خوش اومدین به دوره آنلاین از کلاس یوگا. این جلسه اوله. من خیلی ذوق دارم به خاطر اینکه این اولین باره که دارم این کار رو انجام میدم و امیدوارم که بتونین نتیجه های خیلی خفنی بگیرید از این دوره. چیزی لازم ندارین، حتی مت یوگا هم لازم ندارین، فقط یه سطحی باشه که بتونید روش حرکت ها رو انجام بدید و مدیتیشن کنید. حتما لازم نیست که حرکت ها رو دقیقاً طبق چیزی که من دارم انجام میدم انجام بدین. قرار نیست پرفکت به نظر بیاد، فقط دوست دارم که مزایای اون آسانا رو، اون حرکت رو دریافت کنید. خیلی مهمه که تنفس همراهتون باشه طول انجام آساناها و توی مدیتیشنی که انجام میدیم با هم دیگه ترجیحاً یه فضای آروم و ساکت در نظر بگیرید. حالا اگه نبودم اشکالی نداره. من این ویدیوها رو دارم آماده میکنم به خاطر همسو کردن ذهنمون با قلبمون. خیلی مهمه که توجهمون رو به درونمون معطوف کنیم، چون خیلی الان درگیر فضای بیرون و اتفاقاتی هستیم که ما رو خیلی درگیر میکنه، شاید اصلا باعث رشدمون هم میشه، ولی اینکه به درون خودمون کیر کنیم، توجه کنیم، رسیدگی کنیم هم خیلی مهمه و نباید نادیده بگیریمش. شروع کنیم کلاس رو و خوشحالم که کار سخت رو انجام دادین و دکمه پلی رو زدین. یعنی تا اینجا فقط سختش بود که شما پلی کنید این ویدیو رو و از این به بعدش من شما رو قراره راهنمایی کنم، گایدتون کنم و خودتون باید به صدای درونتون، به بدنتون، چیزی که ازتون میخواد توجه کنید. خیلی مهمه که آگاهانه انجام بدید، حرکت ها رو سریع انجام ندید، هول هولکی انجام ندید، با سرعت خودتون انجام بدید و اینو باید متوجه باشید که این یک تجربه شخصیه و برای هر کس متفاوته، پس مقدسه و باید بهش احترام بذارید. خیلی دوستتون دارم و آخر ویدیو میبینمتون. روی زانوهاتون بنشینید، دستا رو به حالت ساماستیتی یا دعا جلوی سینه نگه دارین و چشما رو ببندین، تمرکزتون رو به سمت داخل هدایت کنین. دستا رو باز کنین، بکشین بالا، نفس عمیق بکشین. بازم دستا رو بیارین جلوی سینه و انرژی که بین دو دست برقرار هست رو حس کنین. خودتون رو آروم کنین و خودتون رو توی این لحظه تصور کنید. هر کاری که میخواین بعد از این کلاس انجام بدین یا هر اتفاقی که قبلا افتاده رو میخوام که بیرون از این متن و از این فضا بذارین و توجهتون کاملا روی خودتون باشه. یک بار دیگه دستا رو باز کنید، بالای سر بکشید، نفس عمیق و بازم جلوی سینه. دست ها رو هر جایی که راحت هستین قرار بدین. خودتون رو توی وضعیت راحت قرار بدین. میتونین با دستاتون مودرا بگیرین و فقط حضور داشته باشین. حضور خود برترتون رو توی پیش زمینه حس کنین. با چشمای بسته خود برترتون رو تصور کنین. سعی کنین هر موقع که ذهنتون داره شما رو به آشفتگی میبره، تمرکزتون رو دوباره معطوف کنید به تنفستون. تنفس سینه‌ای انجام بدین. سینه رو پر از هوا و اکسیژن کنین. دم بگیرین. بازدم. با 3 شماره دم بگیرین. دم 1 2 3. نگه دارین. 3 2 1. بازدم کنین. 1 2 3. مکس. 3 2 1. دوباره دم بگیرین توی سینه. قفسه سینه رو منبسطش کنین، پر از اکسیژن. مکس
کنید و بازدم. سعی کنید تنفستون آروم و پیوسته باشه و طولانی. بازدم طولانی انجام بدین و هر موقع آماده بودین دست رو بکشین، خورده بدنتون رو کش و قوس بدین. دست راست رو بذارین روی مد، دست چپ رو بکشید بالای سرتون. میتونید باسن سمت چپ رو روی زمین قرار بدین. کشش رو توی پهلو حس کنین، برگردین وسط و سمت چپ. دست چپ رو میذارین روی زمین، دست راست رو بالای سرتون صاف و کشیده نگه دارین. برمیگردیم وسط. حالا با دست راست گردنمون رو از روی گوش میگیریم و به سمت راست میکشیم. میتونید دست چپ رو به زمین نزدیک کنید و با این کار فشار بیشتری وارد میشه. و آروم دست رو رها کنین، بیاین وسط. دست چپ رو میذارم روی گوش سمت راست و گردن رو به سمت چپ میکشم. نفس عمیق بکشین توی گرفتگی ها و جایی که کشش احساس میکنین. بذارین که فضا ایجاد شه. دم. بازدم. آروم دست رو رها کنید و بیاید وسط. سر و گردن رو حالا میخوایم گرم کنیم. میبریم عقب به سمت راست، به سمت چپ، پایین. دم میگیریم اینجا و میریم به سمت عقب. بازدم میکنیم. دوباره سمت راست، چپ و وسط. خیلی خوبه. حالا میخوایم سرشونه هامون رو گرم کنیم. آرنج ها رو سعی کنید به هم نزدیک کنید، دست روی سرشونه ها باشه. بیایید جلو، دم بگیرید. باز میکنیم. بازدم. دستا میره بالا، دم میاد پایین، بازدم. حالا برعکس انجام بدید حرکت رو. از پشت میاریم به سمت جلو، به هم نزدیک میکنیم. میاریم بالا، دم، بازدم، دم و بازدم. دستا رو به آرومی رها کنین و مچ دستا رو گرم میکنیم. دستا رو بیارید بالا، انگشتا رو بچرخونید به سمت پایین، به سمت بالا، به سمت پایین. سعی کنید کاملا عضلاتتون رو اکتیو نگه دارین و کشش رو کاملا ایجاد کنین. دستتون ثابت بمونه، فقط مچ دست و انگشته دسته که تکون میخوره. حالا دست رو مشت کنین، باز کنید، نفس عمیق بکشین، چندین بار مچ دستتون رو بچرخونین. جهتش رو عوض کنید. نفس عمیق بکشین و دستا رو بتکونید. بذارید هرچی گرفتگی، استرس و تنش دارین از نوک انگشتاتون خارج بشه. هر موقع آماده بودین به آرومی بیاین توی حرکت تیبل یا همون میز و دستها، مچ دستا زیر سرشونه قرار میگیره، زانوها زیر لگن قرار میگیره. میتونین زانوها رو به اندازه لگن فاصله بدین. دستاتونم به اندازه سرشونه ها باز باشه. عمیق بکشین، شکم رو رها کنین و بازدم پشت رو گرد میکنین. چونه رو به سینه نزدیک میکنین. دوباره میاین شکم رها، نفس، بازدم پشت رو گرد میکنین.
دم میگیریم، شکم رها، باسن رو بکشید بالا. بازدم، همه چی رو با هم گرد کنید. دوباره شکم رو رها کنید، نگاه به رو. بازدم خودتون رو بکشید عقب توی چایلدز پوز. دستا رو تا جایی که میتونید بکشید جلو. سرشونه ها و کتف رو ببرید توی کشش و به قسمت پشتتون تنفس کنید. دستا رو میتونید حالت پریر بیارین و اینطوری بازوها و قسمت زیر بغلا بیشتر توی کشش میره. نفساتون رو پر کنید به قسمت پشت قفسه سینه. اجازه بدین که فضا ایجاد شه. آروم دست رو رها کنین، بذارین روی زمین. نگاهتون رو بیایید به سمت روبرو و خیلی آروم خودتون رو بکشید جلو. با دست را بیایید جلو و با پاهاتون برید تا انتهای مت. سعی کنید که خودتون رو به زمین نزدیک کنید. شکم رو سفت بگیرید و بعد بکشید باسن و عقب. میایم جلو، دم، میریم عقب، باز دم. میایم جلو، دم، میایم عقب، باز دم. مهم نیست چقدر میتونید جلو بیاید، تا جایی که میتونید جلو بیاید. دم بگیرید، باز دم برید عقب و تا جایی که میتونید خودتون رو بکشین عقب و سعی کنید که زانوهاتون با باسنتون 90 درجه تشکیل بده و سعی کنید سینه‌تون رو سنگین و به زمین نزدیک کنید. این آسانا هم اسمش پاپی پوز هست که خیلی فوق‌العاده است برای سرشونه و کتف. خیلی آروم خودتون رو بکشین جلو، دم بگیرین، دستا رو بکشین، خودتون رو بکشین بالا، بازدم بیاین پایین. دوباره خودتون رو هولد بدین، بکشین بالا، دم، بازدم. چند بار با یک جریان این رو انجام بدین با تنفس. دستا رو کنار سینه قرار بدین، انگشتای پا رو بذارین روی مت و خودتون رو بکشین بالا روی زانوها. بکشید عقب و بیاید جلو. بکشین عقب، دم بگیرین، میایم جلو. مهم نیست چقدر میاین، بازدم، میاین عقب، دم، بازدم. نگه داریم و خودتون رو بکشین بالا به سمت قله یا سگ سرپایین. اینجا یه خورده با پاهاتون پدال بزنین، بذارین گرفتگی پشت پا آزاد شه و اگه پاشنه پاتون به زمین نزدیک نیست اصلا نگران نباشین. جلسه اولمون هست، امکان داره که بدنمون گرفته باشه، گرفتگیاش زیاد باشه. به خودتون تایم بدین. هر موقع آماده بودین چند قدم کوچیک بردارین، بیاین جلوی مت. نصف میاین بالا، پشتمون صاف نفس، بازدم میاین پایین و همینجا پاها روی خورده پدال بزنید. میتونین پاها روی خورده فاصله بدین، اندازه 2 مشت. با پاهاتون قدم بزنین، یه پا رو از زمین جدا کنین و دستو بکشین بالا. پای چپ روی پنجه است، دست راست میره بالا و دست چپ هم همچنین میبریم بالای سر. نگاهتون روی مت باشه تا تمرکزتون به هم نخوره. پای راست رو میبرید روی پنجه و آروم دست چپ رو میکشین بالا. نفس عمیق برمیگردین، دست راست رو میکشین بالا. عضلات رو اکتیو نگه دارین، برگردین وسط. با دستتون آرنج دست مخالف رو بگیرین، زانوها رو خم کنین و سر و گردن رو رها کنید. حس خوبی باید بده این حرکت.
میتونید به چپ و راست مایل کنید خودتون رو. سر گردن رو به حالت بله خیر یا نمیدونم حرکت بدین. دست رو بذارین روی زمین و خودتون رو بکشین آروم بالا. دست رو بکشین بالای سر، نفس باز دم بیارین جلوی سینه، یه نفس عمیق دیگه، دم باز دم، دست جلوی سینه، حالت ساماستیتی. خودتون رو آروم کنین، ببینین که چه خبره درونتون. گرمای بدنتون رو حس کنین که بیشتر شده. دست رو بیارین جلوی چشم سوم و دست رو بکشین بالا، بیارین توی حالت چیر یا صندلی. دست رو بیارین پایین، خیلی آروم پای چپ رو ببرید انتهای مت، بذارین روی مت و دست رو روی مت نگه دارین. دست چپ روی زمین، دست راست رو بکشید بالا، بکشین عقب، یه کشش فوق‌العاده بدین به بالا تنه، برگردین و نگاه رو ببرین به سمت روبرو، پا رو ببرین عقب دوباره به سمت قله و بعد زانوها رو آروم بذارید روی زمین و سینه و شکم رو به زمین نزدیک کنید. بیاین بالا کبرا، میتونید نصف کبرا هم بیاید یا کامل بیاید و یا سگ سر بالا که پاها، رون پاها از روی مت جدا میشه. نفس عمیق بکشین و آروم بیاین به سمت قله. اینجا استراحت کنین، 2-3 تا نفس عمیق بکشین، دم باز دم، آروم را بیاین جلو و دست رو بکشین بالای سر. یه کوچولو خودتون رو خم کنید عقب و دست رو بیارید جلوی سینه، دوباره بکشید بالا و بیایید توی چیر یا صندلی. دست رو بیارید پایین، رها کنین، پاها صاف میتونه باشه یا زانوها خم، پای راست رو بکشین عقب. حواستون باشه که پاها در امتداد لگنمون قرار میگیره، یعنی پای راست که عقبه در امتداد لگن عقب باشه و پای چپ هم در امتداد لگنمون جلو باشه و زانومون از انگشت بزرگمون جلو نزنه. هر موقع آماده بودین دست راست رو زمین، دست چپ رو بکشید بالا. میتونید بذارین پشتتون و یک کشش فوق‌العاده به بالا تنه بیارین و دست رو برگردونین سر جای اول و آروم پا رو ببرین عقب. بیاین به سمت قله، هل بدین خودتون رو جلو، زانوها رو زمین، شکم و سینه روی زمین. این با دستا بیاین بالا، سرشونه ها رو نندازین، اکتیو نگه دارین، نفس عمیق بکشین، دم باز دم، زانوها روی زمین، خودتون بکشین عقب، چایلدز پوز، استراحت کنین، نفس عمیق بکشین، دستا رو میتونین با حالت دعا به هم بچسبونین و استراحت کنین. از خودتون قدردانی کنین و سپاسگزار باشین که میتونید این حرکت ها رو انجام بدین و بدنتون سالمه. چشما رو بسته نگه دارین. دستا رو آروم به حالت ساماستیتی یا دعا بکشین روی سر و بذارین روی زمین. پاها رو به حالت 4 زانو در بیارین و بشینین روی مت. حالا بکشین پاها رو به سمت جلو، صاف، انگشتای پا رو اکتیو کنین و بکشید به سمت خودتون. ستون فقرات صاف باشه. سر گردن بالای ستون فقراتمون قرار گرفته. دستا رو بکشین بالا، نفس بکشین و بازدم خودتون رو به پاها نزدیک کنین. مهم نیست چقدر میتونین نزدیک شین، فقط مهم اینه که از قسمت لگن بچرخین و کمرتون رو خم نکنید. نفس بکشین و یک مقدار فشار به پشت پاها وارد کنین و توی همون گرفتگی‌ها و نقاطی که درد حس میکنین تنفس کنید و با تنفس خودتون رو و بدنتون رو آروم کنید.
اجازه بدین دردها از بدنتون خارج شه. بازدم کنید، بکشید خودتون رو بالا، پاها رو به حالت باترفلای یا پروانه قرار بدین و باز هم مهم نیست که پاها و زانوها به زمین چقدر نزدیکه. سعی کنید که کف پاها رو به هم بچسبونین و با دستاتون زانوها رو فشار بدین به سمت زمین و کمرتون صاف به سمت جلو هدایت شه. دم میگیریم، زانوها رو میاریم بالا، باز دم میاییم جلو. دم بگیرید، زانوها بالا، باز دم میاییم جلو. دم عدسه کردم اینجا، بازدم بیاین جلو. هر جا که آماده بودین خودتون رو فیکس کنید و سینه رو به زمین نزدیک کنید. اصلا مهم نیست چقدر میتونید نزدیک بیاید. اگه اینجا خوبین همینجا بمونین، اگه میتونید یه خورده بیشتر به سمت زمین خودتون رو نزدیک کنین. میتونید آرنجا رو بذارین روی زمین اگه میشه و دستا رو به حالت دعا قرار بدین. دم بگیرین، بازدم. دم بگیر توی قفسه سینه و پشت و داخل رانت. بازدم. آروم خودتون رو بیارین به سمت بالا. خیلی خوبه. حالا پاها رو آروم جمع کنین و بیاین توی حالت نصف قایق یا هاف بوت. میتونین دستا رو رها کنین، ستون فقرات صاف باشه، یا میتونین دستا رو روی زمین قرار بدین، راحت ترش میکنه. و بعد خودتون رو بکشین به سمت عقب و آسانه آخر شاواسانا. دستا و پاها رو رها کنین، بذارین بدنتون سنگین شه. میتونین دست راست رو بذارین روی شکم و دست چپ روی قفسه سینه و تنفستون رو انجام بدید. از قسمت شکم که میاد بالا بیاریدش به سمت قفسه سینه. قفسه سینه‌تون میاد بالا، با دستتون متوجه میشین و بعد بازدم میکنین و جفتشون رو رها میکنین. پس اول دم میگیریم به سمت شکم، دم بگیرین، شکم میاد بالا، بفرستیدش قفسه سینه، قفسه سینه میاد بالا و بعد بازدم. چشما رو بسته نگه دارین. اجازه بدین تنفستون آروم بشه. اجازه بدین که دمای بدنتون برگرده به حالت عادی. دستا رو میتونید رها بذارین روی مت. افکارتون رو تماشا کنید بدون اینکه قضاوتی بکنید خودتون رو. توی این حالت خودتون رو تصور کنید که یک نور انرژی بخش داره شما رو شفا میده. خودتون رو تسلیم این نور کنید و بذارید که کارش انجام بده. تنفستون عادی باشه. هر موقع آماده بودین میتونین انگشتای دست و پا رو تکون بدین، آگاهی رو به بدنتون، جسمتون برگردونین. دستا رو بکشین بالای سر، انگشتای پا رو بکشین و زانوها رو بیارین توی شکم. خودتون رو به زانوها نزدیک کنین، پشت پا رو بگیرین، خودتون رو بکشین بالا، حالت 4 زانو بنشینین. دم بگیرین، دستا رو بکشین بالای سر، باز دم بیارین جلوی سینه، چونه رو خم کنین.
از خودتون تشکر کنید، به قلبتون تعظیم کنید. امیدوارم توی جلسه دوم ببینمتون. مرسی که همراه من بودین. کلی عشق براتون میفرستم. ناماسته.